وقتی که برای نماز آمادگی می گیرید روها و دستهای خود را تا آرنج ها بشویید، سر خود را مسح کنید و پاهای خود را تا شتالنگ ها بشویید. اگر جنوب باشید خود را خوب پاک کنید، یعنی غسل کنید. اما اگر مریض یا به سفر باشید یا کسی از شما از قضای حاجت بیاید یا به زنان نزدیک شده باشید و آب نیابید، پس قصد خاک پاک کنید، یعنی تیمم نمایید و با آن روها و دستهای خود را مسح کنید. خداوند نمی خواهد به شما حرجی عاید کند، بلکه می خواهد تا شما را پاک گرداند و نعمت خود را بر شما کامل گرداند تا باشد که سپاسگزار شوید. نعمت خدا را بر خود به یاد دارید و نیز پیمان استواری را که شما را به آن متعهد ساخته است. آنگاه که گفتید شنیدیم و فرمان بردیم، از خدا بترسید، حقا که خداوند به درون سینه ها آگاه است. در راه خدا استوار باشید، به عدالت گواهی دهید. دشمنی دیگران شما را بر آن ندارد که از عدالت عدول ورزید. عدالت ورزید، این به پرهیزگاری نزدیکتر است. از خدا بترسید، حقا که خداوند به آنچه می کنید آگاه است. خداوند به کسانی که ایمان آوردند و عمل نیکو کردند وعده کرده است که برای ایشان آمرزش است و مزد بزرگ. آنانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، همین هایند اهل دوزخ. ای مؤمنان، نعمت خدا را بر خویش به یاد دارید هنگامی که مردم خواستند تا بر شما دست درازی کنند، ولی خداوند دست ایشان را از شما باز داشت. از خدا بترسید و باید مسلمانان بر خداوند توکل ورزند.